الله مهربان در قرآن می‌فرماید که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین. صدق الله العظیم. رب العالمین در این آیت می‌فرماید که ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، هر وقتا که اراده کردید برای نماز خواندن، بس شما بشویید رویهای خود را و دستهای خود را تا آرنج و محض کشید سرهای خود را و بشویید پایهای خود را تا بجیلک. اکنون برادران عزیز، این آیتی هست که طهارت فرض بودنش اثبات کرد، ثابت کرد، معین کرد. یعنی طهارت فرض بودنش به همین آیت ثابت شدگی است. و ما و شما در طهارت 4 فرض داریم. اگر این فرضهای طهارت خدای نخواسته یکش ترک شود یا اینکه یکش به بودی نیاید، طهارت ما کامل نیست و ما و شما یعنی در نماز داخل شده و در آمده نمیتونیم. یکمین چیزی که در طهارت فرض است، این برادران عزیز، شستن روح است. دهان و بینی شستنشون در طهارت فرض نیست. در طهارت دهان و بینی شستنشون سنت است. اما در غسل جنابت دهان و بینی شستنشون فرض است. در حالت اصل غسل 3 فرض دارد: شستن دهان، شستن بینی و شستن تمام بدن. اما در طهارت دهان و بینی شستنشون از جمله فریضه ها نیست، بلکه سنت است. یکمین فرض طهارت شستن رو است برادران عزیز، از سرشوی موی پیشانی تا نرمی گوش و تا پایان منه. اینها را یعنی مصنفا آوردن که مجتهدا آوردن که یعنی فرض بودن، یعنی رو تا همین جاها را داخل می شود، شستن رو فرض است. و دویم فرضی یعنی طهارت شستن دست ها هست. شستن دست ها تا بند، یعنی تا آرنج. شستن آرنج هم فرض است، چون که در آیت کریمه آمده است که خب و ایدیکم الی المرافق، یعنی دستا را همراهی آرنج. اگر بالفرض ما و شما آرنجامون خشک بمانه، یعنی تر نشوند، یا اینکه زیر یک مو همین موضع هایی که فرض هستند اگر خشک بمانه تر نشود، طهارت ما درست شدگی نیست برادران عزیز، چون که اینها از جمله فرض ها هستند. بعد از آن محض کشیدن سر از جمله فرض ها هست. البته در مذهب خودمان از 4 حصه یا حصه سر محض کشیدنش فرض است. در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، یعنی حنفی مذهب، یعنی سر 4 تقسیم میکنیم، 1 پس سر 2، برها 3 و 4، یعنی که یک امی از 4 حصه 1 حصه شم محض کشیدن در مذهب خودمون، مذهب امام اعظم فرض است. و در مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میگن به مقدار 3 مو اگر تر شود یعنی فرضش به جا میآید. مذهب حضرت امام احمد حنبل و مذهب حضرت امام مالکی میگن که کل سر یعنی محض کشیدنش فرض است. اکنون در مذهب ما کل سر محض کشیدنش سنت است. یعنی از 4 حصه ربع رأس میگن 4/1 سر محض کشیدنش فرض، اما همه سر محض کشیدنش سنت. و شستن پاها تا بجیلک، یعنی بجیلک ها را هم شستن، اینا هم از جمله چند فرضهای طهارت است. اکنون برادران عزیز، در طهارت فرضهایی که به آیت ثابت شده است 4 است: شستن روی، دستها همراهی آرنج، محض کشیدن سر و شستن پاها تا چی؟ تا بجیلک. اکنون یک مسئله دیگه در فرضهایی که در مذهب ما هست، یعنی مسحی ریش هم می‌دارند، ریشه که پوست رو را بار کنه. اما در این مسئله بین علما اختلاف است، بین علمای مذهب خودمون اختلاف است. یک گروهی از اونا میگن نه، ریش باید یعنی کلا بشوه، حتی تحت ریش هم تر شود. یک گروه دیگهش میگن نه، وقتی که یعنی امیر ریش هم که محض کشید فرضش به جا میآید و درسته. اینش یک مسئله هست که البته قول جمهور به همین است که به هم مسح هم یعنی که درست میشه. در این مسئلهش یعنی در فرض بودنش اختلاف است.
خداوند ما را امر کرد برای یعنی که طهارت کردن. گفتیم که یکمین امر شستن رو، دویمش دستها همراهی آرنج، سومش سر مغز کشیدن، چهارمش پاها را شستن. اینها یعنی فرضهای طهارت بودن. هر انسانی که اگر این اعضاهاش نشویه برای طهارت کردن، اون شخصیت در نماز داخل شده نمیتونه. چون که کلید نماز، جناب پیغمبر گفتن که یعنی طهارت خودش کلید نماز است و نماز خودش چی هست؟ کلید جنت است. انسان تا طهارت کامل نداشته باشه او در نماز داخل شده نمیتونه. اکنون پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در باب فضیلت طهارت میفرمایند که الطهر شطر الایمان. گفتن این طهارت خودش نصف ایمان هر شخصیت است. یعنی که ایمان انسان در صورت کامل میشود که یعنی که نصف ایمانش طهارت باشه، یعنی نصف دیگرش بعد از طهارت چی است؟ نماز و روزه و حج و زکات. ببینه که اکثر عملهایی که فرض هستند برای اونها طهارت لازم است. مثلا یک انسان حج میره، همه رکنها و عملهای حج باید پای به طهارت باشه. یعنی به طهارت عملهای حج انجام داده نمیتونه. نصف ایمان هر شخصیت پیغمبر بزرگوار گفتن این طهارت است. هر شخصیتی که پای به طهارت باشه، یعنی که او وضو داشته باشه، او شخصیت شیطان فریب کرده نمیتونه، از ره زده نمیتونه و سحر و جادو در او شخصیت تأثیر نمیکنه و او شخصیت از ضرر جنها ایمن میمانه. این حکمت های یعنی طهارت هستند برادران عزیز. انسانی باید حرکت کنه که همه وقت همیشه پای به طهارت باشه. مردم ما یا عادت دارن فقط طهارت برای وقتی نماز میدونن تمام. عزیزای خدا، دوستای خدا، یگان لحظه اونها یعنی که به طهارت نمیگذره. همه وقت همیشه اونها پای به طهارت هستند و وضو میگردن. و در باب فضیلت طهارت پیغمبر بزرگوار فرمودند که من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطاياه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. تن هر شخصیت وقتی که طهارت کنه، یعنی طهارت کامل بود کنه، یعنی هر اعضاش چقدر با خوبی شستشو کنه که او اعضاش خشک نمانه. وقتی که طهارتی بود کرد، این شخصیت از تمام گناه ها جسدش پاکیزه میشه. و پیغمبر بزرگوار گفتن بعد از طهارت از تمام گناه ها جسدش پاکیزه میشه، حتی از تحت ناخونهاش هم جناب پیغمبر گفتن که یعنی گناهاش پاکیزه میشه وقتی که طهارتی کامل کرد. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار روز طهارت کردن، البته چی نوعی که ما خودمون طهارت میکنیم، این از حدیثی یعنی حضرت عثمان ابن عفان گرفته شده است. حضرت این چنین مثل ما برای چی رنگ ابتدا اول دستا را میشویم، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، دستا را میشویم، بعد از اون دهان میشویم، بینی میشویم، رو میشویم، بعد از اون دست میشویم، بعد دست یعنی سر محس میکشیم، گردن محس میکشیم و پاها را میشویم و خلال بین انگشتا میکنیم. چی نوعی که خودمون به ترتیب طهارت میکنیم. حضرت عثمان این چنین طهارت کردن و بعد از اون گفتن که من دیدم که جناب پیغمبر این چنین طهارت میکنه، یعنی 3 بار شستن اعضاها در آمده است. و حضرت گفتن که جناب پیغمبر فرمودن که من توضأ هذا غفر له ما تقدم من ذنبه و كانت صلاته و مشیه الى المساجد نافلة. گفتن هر شخصیتی که این چنین مثل من بر این طهارت کنه، او شخصیت از تمام گناهش پاکیزه می شود و وقتی که او شخصیت به سوی نماز میزنه و قدم زده به سوی نماز و مسجد می رود، یعنی این قدمهاشو به سوی مسجد حرکت کردن و رفتنش، اینها حکم ثواب نفل دارد. و انسان در هر قدمش یعنی که در هر حرکتش حکم چی را میگیره؟ یعنی ثواب نفل از خود میگیره. هر شخصیتی که بعد از طهارتش به سوی مسجد بیاید. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليها بقلبه و وجهه وجبت له الجنه. تن هر شخصیتی که طهارت کنه، یعنی طهارت خوب کنه، چقدر اعضاهاش به خوبی بشوه، بعد از طهارت کردنش 2 رکعت نماز بخونه، 2 رکعت نماز بخونه
و در درون نماز یعنی تمامی فکر همشه در یعنی نماز و در یعنی چی گفتنش وقتی ما در نماز می‌داریم باید که اهمیت و همه فکر ما در نماز باشد. یعنی فکر در کار دنیا و بعد تراویح برم سحر خورک کنم یا سحر بخیزم بازار برم دیگر فکرهایی که یعنی در سرهای ما میگذره اینها را ایسر بیرون کردن. فقط انسان فکرش در نماز بگیره که یعنی خالص الله تعالی الله اکبر گفتم سبحانك اللهم میخوانم بعدی سبحان الله اعوذ بالله بسم الله میگم بعدی سوره الحمد میخوانم زمین سوره میکنم یعنی فکرش در نماز بگیره. این شخصیت وقتی که این چنین اگر نماز خواند یعنی 2 رکعت نمازی که مردم ما را شکری وضو میگن شکرانه طهارت وقتی انسان طهارت کرد 2 رکعت نماز شکری وضو میخونه. وقتی که انسان این 2 رکعت نماز خواند پیغمبر بزرگوار گفتن برای او شخصیت جنت لازم میشه جنت خداوند براش نصیب میگرد. یعنی به سبب چی؟ به سبب طهارت کردنش. وقتی انسان طهارت کرد گفتیم از گناه پاکیزه میشود. هر انسانی که از گناه پاکیزه شد او انسان اهل جنت است او انسان جنتی است و برای او پیغمبر بزرگوار گفتن که جنت لازم می شود. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار فرمودند که اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر الیها بعینیه مع الماء او مع الاخر قطره الماء. وقتی هر انسان طهارت کرد وقتی که روش شست پیغمبر بزرگوار گفتن که او شخصیت تمامی گناهایی که به چشم کرده بود وقتی نگاه کرد به سوی گناه یعنی به گناه روپرو شد گناه به چهره او یعنی روپرو شد تمامی گناهایی که به چشم کرده بود به یکمی قطره یا اینکه به آخرین قطره که از روش میریزد طهارت کردن همه گناههای به چشم کرده که خداوند از اون انسان میبخشد پاکیزه میکرد. فاذا غسل یدیه خرج من یدیه كل خطیئة کان بتشتها یداه مع الماء او مع الاخر قطره الماء. وقتی که دستاش شست این شخصیت طهارت کننده گناهایی که به دست کرده بود به یکمین قطره یا اینکه به قطره آخری که از دستش میچکه خداوند تمامی گناهی که به دست کرده بود این گناهاش از اون شخصیت خداوند مغفرت میکرده میبخشیده پاکیزه میکرده. فاذا غسل رجلیه خرجت كل خطیئة مشدها رجلاه مع الماء او مع آخر قطره الماء حتى تخرج نقیه من ذنوبه. وقتی که پاهاش این شخصیت شست خداوند تمامی گناهی که یعنی انسان با پاش به سوی گناه رفته بود اون گناهاش از این شخصیت پاکیزه میگردانه با یکمی قطره آبی پاش یا اینکه با آخرین قطرش حتی که وقتی که طهارتش به پایان رسانید جناب پیغمبر این شخصیت از تمامی گناهاش پاکیزه میشه. یعنی که این فضیلت های طهارت هستن برادران که انسان چقدر باید که طهارتش طهارتی کامل باشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الغضب من الشیطان. گفتن غضب یعنی انسان در غضب میآید بی خود میشه دیگه چه به دست گرفته نمیتونه خون در جوش میاد میخواد که کس آزار بده یک کس میخواد بزنه یا اینکه یگان گپی قبیح بد بگه. جناب پیغمبر میگه این غضب از جانب وسواس شیطانه. شیطان است دیگه در رنگ تو را وسواس میکنه در دلت میداره میگه جواب بگو یا یگان گپی سختش بگو برو بزنش. وقتی یک انسان یگان سخن ناجا برات گفت جناب پیغمبر گفتن که این غضب از جانب شیطان است و این الشیطان خلق من النار. شیطان خداوند از آتش خلق کردگی است یعنی از آتش است شیطان. و انما یطفأ النار بالماء. پیغمبر بزرگوار گفتن که آتش فقط آب خاموش کرده میتونه آتش فقط به آب خاموش میکنه. پیغمبر گفتن فاذا غضب احدكم فلیتوضأ. گفتن هر کدام شما وقتی که در غضب آمده در قهر آمده در حال برای طهارت کنه یعنی وضو بگیره. این طهارت غضب شما را یعنی که خاموش میکنه پس میکنه چون که غضب شما از جانب کی است؟ از جانب شیطان. گفتیم که حتی پیغمبر بزرگوار در حالت غضب هم انسانت ما مقصد امتها را توصیه برای طهارت کردن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول
اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله الا فتحت له ابواب الجنه ثمانیه یدخل من ایها شاء. هر شخصیتی که وقتی طهارت کرد چقدر طهارتی خوب کرد. برادران عزیز، شما یک اهمیت بتیه که پیغمبر بزرگوار وقتی در باب فضیلت طهارت یعنی گفته ساده است، در هر یک جملهش یعنی طهارتی خوب میگه، چون که اکثر مردم ما طهارتی خوب ندارن. بعضی جوانها رو من طهارت کردنشون میبینیم، بعد از طهارت میبینی آرنجاشون خشک هستن یعنی تر نشدن، یا اینکه بوجیلکای پاشون خشک میمونن، یا اینکه خلال انگشتای بین پا را اهمیت نمیتین. حتی انسانیت باید هم بین انگشتا را چقدر آب برسانه که خشک نمانه. اگر خشک مان طهارتش درست نمیشه. پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که طهارت کنه و چقدر طهارتی کامل طهارتی بود که تمام اعضاهاش با آب پاکیزه بشوه، بعد از طهارت کردنش این کلمه شهادت که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، این کلمه را بعد از طهارت کردنش بگوید، خداوند تمام درهای جنت در روی این شخصیت کشاده میگرداند و براش میگفته است که از کدام در جنت میخواهی در جنت داخل شد. ببینه برادر عزیز که چی فضیلتی بزرگ بعد از طهارت کردن. این یگان دشواری نداره. الحمدلله همه ما و شما این کلمه را میدانیم. بعد از طهارت کردن هر انسان میگفته است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این جمله را هر شخصیتی که گفت، خداوند تمام درهای جنت برای او شخصیت کشاده میگردانده است و میگفته است از کدام در جنت میخواهی داخل شد. در روایت دیگر از جناب پیغمبر میگه که در جنت دری هست که در یعنی نماز است، در ریان برای روزدارها هست، درهای جنت مخصوص برای هر طایفه هستند. اما ببین که برای انسان طهارت کننده خداوند تمام در جنت در روش کشاده میگردانده است. اگر انسان یعنی روزدار بگن از در ریان بدرا، یا اینکه نمازخوان بگن از باب صلات داخل جنت شد، انسان طهارت کنه میفرسته که از کدام در جنت میخواهی داخل جنت شد. ببینید این فضیلت طهارت از برادران است. ما و شما باید حرکت کنیم که همه لحظه ما با طهارت بگذریم. متاسفانه امروز اکثر مردم ما تا وقتی نماز نشود طهارت نمیکنن. یا اینکه بگم میبخشه برادرم قرآن من ابتی میگه تفسیر میبخشه طهارت ندارم، مسجد آمده میگه طهارت ندارم، یا اینکه میستکو کی اشون خاری عذاب بگم و پس طهارت کنیش میرم. انسانیت باید همه وقت همیشه پای به طهارت. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که انسان اگر پیش از خواب رفتنش طهارت کنه و خواب روه، تا سحر خوابش عبادت نوشته میشود. پای به طهارت خواب رفتن وقتی خواب رکو یگون بلا نمیزنه. مردم ما میگه تاثیر شو خواب داد، یک گاو سرم کرد، در یک چقری افتادم، مار گزیدم، خور مکندم، یک سخنهای بعد میفهمی چیکار کرده. خفتنش هم نخونده است خواب رفته، یا ویتری واجبش هم نخونده خواب رفته. طهارت کن، پای با طهارت خواب. ان شاء الله شب خواب میبینی جناب پیغمبر را در خوابت میبینی، حج رفتن خواب میبینی، نماز خواندن خواب میبینی، قرآن خواندن خواب میبینی. وقتی پای به طهارت خواب. اما پای به طهارت گفتیم که در حالت بی طهارتی یا اینکه در حالت جنابت هم خیلی حالت خطرناکه برادر عزیز. اکثر مردمی که سحر و جادو در اونها تأثیر میکنه در حالت جنابت تأثیرش میکنه برادر عزیز. و این خاطر انسانیت جوانای محترم تا مرده و تنبلی بد نشوه. بعضیاش من از سوال میکنم میگه تاثیر بعد از همراهی هم سرت خواب رفتن سحر غسل کنی چیکار میکنه؟ آخه ده همین بنیه ها و ده همین آوای گرمی که همیشه هستن، این خیلی تنبلی و مردگی. برای آوازی که بیا به حضور خواب رافی. وقتی که انسان پاکیزه باشه، پای به طهارت باشه، او را انشاءالله رب العالمین که نه سحر تأثیرش میکنه، نه جادو تأثیرش میکنه، نه جین میزنش، نه شیطان او را یعنی به سبب خوابهای هر نموده یعنی او را تشویشش میگردانه. انشاءالله خوابهای خوب میبینه. به همین خاطر انسانیت حرکت کنه که همه وقت بشه پای به طهارت باشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به درجات. جناب پیغمبر گفتند آیا من شما را دلالت نکنم به یک چیزی که او سبب میشود که خداوند همه گناه های شما را محو و نابود میگرداند، یعنی در نامه اعمال شما اثر گناه دیگه باقی نمیماند. و این اون چیزی هست که شما را سبب
بلند شدن درجه تو در نزد خداوند میشه. البته در نزد پروردگار هر انسان درجه داره، همه برابر نیست برادر عزیز، همه در درگاه خدا یک نیست. بعضی انسان که در درگاه خدا حرمت داره، قدر داره، عزت داره، فضیلت داره، شرافت داره، کرامت داره، بزرگی داره. پیغمبر بزرگوار میگه شما نمیخواهی که من یک چیزی به شما را نشان بدم که سبب یعنی پاکیزه شدن گناه، سبب بلند شدن درجه تو در نزد پروردگار میشود؟ اهل اصحاب گفتن که قالوا بلا یا رسول الله، گفتن آره یا رسول الله ما را خبردار کن این چی هست؟ پیغمبر بزرگوار گفتن که اسباغ الوضوء علی المکاره، گفتن طهارتی چقدر خوب کردن در وقت ناپاکی، در وقت بی‌طهارتی. وقتی بی‌طهارت ماندی برای در حال طهارتی خوب کن، یعنی که طهارتی کامل کن، اعضاهات چقدر به خوبی و پاکیزگی بشو. دوستای خدا درباره طهارت یک جمله دارن، میگه وقتی اعضاهایی که فرض است شستن شو، وقتی میشستن میگه دوباره میگشتن نگاه میکردن که یکی در امر خدا کمبودی نکنیم، یکی در امر خدا نارسایی نباشه، یگان زیر مومون یا یگان اعضایی یعنی موضع فرض خشک نمانده باشه. چقدر میگه اهمیت میدادن در طهارتشون. پیغمبر بزرگوار گفتن در هر وقتی که بی طهارت ماندی برای در حال طهارتی خوب کن. و کثرت الخطاء الى المساجد، گفتن زیاد به سوی مسجد قدم زدن و رفتن. و انتظار الصلاه بعد الصلاه، گفتن بعد از نماز دیگر را انتظار کردن. فذلکم الرباط، گفتن این بسیار یک فایده بزرگی است. جناب پیغمبر این سه چیز، یکمش سبب پاکیزه شدن گناه ها، دویمش سبب بلند شدن درجه شما در درگاه خدا. هر قدمی میزنی به سوی مسجد میای، در هر قدمت خداوند درجه تا بالا مینه. هر لحظه ای که پای به طهارت میستی و انتظاری نماز میکشی، از نماز تا نماز دیگر خداوند درجه تا بلند میکنه و خداوند یعنی در نامه اعمال تو ثواب مینویسه. در یک روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان امتی یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل عرته فلیفعل. گفتن در روز قیامت امتهای من از دو چیز شناخته میشه. البته در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار میپرسن، میگن یا رسول الله صحرای قیامت از اول تا آخر دنیا همه جمع میزنن، در اون صحرای قیامت و امتات از کجا یعنی جدا کرده و یعنی شناخته میتونی؟ پیغمبر بزرگوار یه مثال میارن، میگن اگر در بین یک گله اسب سیاه، یک اسبی که عله باشه، پیشانیش سفید باشه، دستاش سفید باشن، پاهاش سفید باشن، آیا او را شناخته میشود؟ اهل اصحاب گفتن آره یا رسول الله شناخته میشود. جناب پیغمبر گفت که من امتام از این چیزتون میشناسم. امتای من همون اعضاهایی که در طهارت میشوند در قیامت همین اعضاهاشون سفید میخیزند. در این روایت پیغمبر بزرگوار همون را گفتن که امتهای من در روز قیامت وقتی که دعوت کرده میشه و خوانده میشه در صحرای قیامت، اونها یعنی از اثر سجده و طهارتشون چهره های نورانی دارن، دستای اونها میگن نورانی هستن، پایهای اونها چقدر یعنی نورانی و سفید و دیار هستن. جناب پیغمبر گفتن که هر شخصیتی بخواه که در قیامت یعنی همین اعضاش چقدر نورانی باشه، در این دنیا طهارت زیاد کنه، در این دنیا زیادتر پای به طهارت بگرده. حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن الوضوء علی الوضوء نور علی النور، گفتن طهارت بالای طهارت نور بالای نور است. طهارت مردم فکر میکنن که شاید اگر طهارت بشکنه بعد برای تو طهارت واجب میشود، اما طهارت بالای طهارت هم این قربت الله میگن با دوستای خدا، با خدا قریب شدن. وقتی انسان طهارت داره با میرا طهارتی نو میکنه، انسان حرکت کنه اگر از دستش بیاد هر نماز طهارتی نو کن. طهارت عبادت از خودش ثواب داره. این طهارت سبب چی میشه؟ سبب به خدا قریب شدن، سبب رفع درجات به خدا، یعنی درجات در درگاه خدا بلند شدن. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حضرت بلال یک فعل یک سنتی خاصی داشتن که ما و شما اکثر شکری وضو میخوانیم، از این دلیل یعنی از این عمل حضرت بلال گرفته شده است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روز حضرت بلال به سوی خود خواندن، فریاد کردن، گفتن یا بلال حدثنی بارجى عمل عملته فی الاسلام فانی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنه. گفتن ای بلال تو برای من بگو که
تو چی عملی خوب داری در این حیاتت، چی عملی خوبی را انجام میدهی که من در جنت صدای یعنی پاپوشی های ترا نعلین ترا پیش خودم شنیدم. حضرت بلال میگه یک پاپوشی داشتن که تای اونها از تخته بود، از چوب بود، بالاش از پوست. وقتی راه میگه همون صداش معین بود، هر شخصیتی که میشنید بفهمید که حضرت بلال است. حضرت از بس که یعنی کمبغل و نادار بودن هم یک پاپوشی داشتن. جناب پیغمبر گفتن که من در جنت شب معراج وقتی میرفتم صدای پاپوشی های ترا پیش خودم شنیدم. پیش میرفتی. آیا تو چی عملی خوبی داری؟ حضرت گفتن که قال ما عملت عملا ارجع عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعة ليلة او نهار صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. گفتن یا رسول الله من یک فعل دارم، یک عادت دارم، هر وقتی که طهارت کردم چی شب باشه چی روز باشه من 2 رکعت نماز یعنی نمازی شکری وضو میخوانم. همین چیزا برای خودم بسیار دوست میدارم. یعنی که این حدیث دلالت میکنه که ببینه برادر عزیز، طهارت کردن حضرت بلال و 2 رکعت نماز شکری وضو شکرانه طهارت خوندن حضرت سبب چی میشوه؟ سبب یعنی که در جنت صدای شنیدن پای حضرت بلال، جناب پیغمبر صدای پاشه یعنی در جنت یک درجه و مقام عالی شنید. این خودش دلالت داره که هر انسانی که یعنی اگر طهارت کرده 2 رکعت نماز شکری وضو بخونه همون درجه حضرت بلال از خود میکنه. خداوند همون درجه را در برابر این ثواب طهارت و این نمازش نصیبش میگه. و گفتیم که طهارت انسان به طهارت نماز خوانده نمیتونه، چون که طهارت این خودش یکی از فرضها، یکی از شرطهایی هست که انسان باید حتما پای به طهارت باشه. هر انسانی که پای به طهارت نماز بخونه حتی بعضی از یعنی فقها حکم به کفر میکنن، کافر میشه میگن. اگر قصدن بخونه یعنی طهارت فرض است، ترک فرض، این کار کردن فرض حکمش کفر هست. اما اگر ندانه و بخونه بعد فهمید البته گناهگار میشه، از گناهگاری خالی نیست برادر است. گفتیم که طهارت خودش کلید نماز است و نماز کلید جنت است. حتی در آیت هم خواندیم که انسانیت به طهارت قرآن به دست کپیده نمیتونه. در آیت صریح قرآن آمده است که لا یمسه الا المطهرون. قرآن هم احساس کرده یعنی کپیده نمیتون مگر شخصیت هایی که اونها پای به طهارت. و این خاطر ما و شما برادر عزیز بزرگوار حرکت داشته باشیم که همه وقت همیشه پای به طهارت باشیم. پای به طهارت باشیم ان شاء الله لحظه های ما عبادت نوشته میشه. پای به طهارت باشیم هر لحظه بخواهیم ان شاء الله رب العالمین که عبادت کرده میتونیم. پروردگار جمیل